پاساژیران محترم، کسانی که به طریق غرم پرواز مینه حالی نمینه. همین بعضی چیزا میگم اهمیت ندیم، نگم، چشم پوشم نمیشه. مجبور میکنین که ما شما دا اتویتیم. که بعضی هاتون عقلتون کار میفرمانین، فهمیشوی شما مثال خوب میشه و مفکوره تنگتون وسیع میشه و ویدیوی که گذاشتم، هزلی که گذاشتم، او گپای من نیست. اونجا مرده گپ زدگی، بچه گپ زدگی که سمالیوتی که به طرف غرم پرواز مینه حالو نمینه، ایره کدام غرمیه هم خیلی گپ زدگی، یعنی بلاجای غرمیگی. ای دیگه کامنتر را وقت در اومدم کدام غرمی ترا خفا کرده، چی بو و ای غرمی را خوردیست میبخشینو. من خودم اصل ای غرمم، پدر من ای غرمه. هیچ کس مزاق کردگی نیسته، نه هم بچه نه ما. سخناش که شوخی آمیز بود، خنده آور بود، ما همون چیزه گپیم را استفاده کرده ویدیو کردم. یگان کس نه خندیده نه مزاق کرده. چی با شما مردم دوست میدارین از پشه فیل ساختنه. اگه با همی کار کردیستین تا که همی محلگرویی و دیگه کاراتو نمیکنین، ای پشه فیل میسازین. یک وقت همی کار کرده بودین. پدرم رحمتی ای غرم بودگی. من غرم دم تولد نشده باشم. اگر که پشت پدری را گیری من غرمی حساب میشم. یک ازاده دار را همی جنگ اندوزی و گپابی ایتا غرمی را ای طریقه کردیست. ایزو نمیکشین. و بعضی با ما ستیگه بختون نه غرمی تروشیده و چون چی گپا گفزده اگه جای هستین نیستین خطا نرمد کنین. ما در فرق نداره تو ای غرمی تو ای کلابی ای جایی، ما همه یک ملت توجیکه. آدما چی کارای نمیکنن، چی هزل و شوخی نمیمونن، قبول دارید. ما یک گپی بچه غرمی را گرفتم تکرار کردم، چیزی که با سخنای هموای خیستن چیم چی گپ گفتن تو مزاق کجای همی گپ ده شما مزاق دیدگین. هفته جوابشم گردوندم، مثل خودش نوشتم، در پدرش نالت گفتم. برای چی پدر نالتش نوشتم؟ برای که پدر مادرش او را تربیت کردگی نیستن و خیچه زنی خونشین میگیرد گویا که با تربیت فرزنداش مشغوله. خداوند ترا سرشته کنه، هدایت کنه. تو چه خیلی زنی، تو خیلی خوشبخت حساب میکنی، تو خوشبخت نیستی، تو بدبختی. تو زندگی مرا دیده هوس میخوری، ای حسود خوری. تا حسود میخوری، هوس نه. تو حسود خوری، حسود خورده مرا سخنای بد نوشتی. صبرینه خر باری کار میکنه. ما بگذار ما خر باری کار کنم، مهنتی حلال میکنیم، زنشو مهنت میکنیم. برای چی؟ برای آینده خوبی فرزندامون، که فرزندامون ایگان چی پگه تنقیسی نکشن. اگر تو خوشبخت میبودی میشیشتی مرا سخنای بد مینوشتی؟ نه البته. تو انسانی بدی، بدبختی. ترا شد خوشبخت کردگی نیسته. تو میگوی شوی ماما دا میبیارم دا خانه میشین در پیش فرزندکم میبخشی و ما ایسر تا شب کار کنم، شب پیش که میرم، شب پیش فرزندکم میرم. ما برای وقت ما زیادتر خطی فرزندام گذراندن یک پچوفکه قیمت میگیرم، میرم خارجه 10 روز 15 روز وقت مقتی فرزندکم میگذرونم. ای فرزندکم چه قیفانم من سر میشم. آخه خیلی میگوی فرزنداش دیگه کس نگاه میکنه، فرزندی مرا نیانکه میگو کنه، نیانکه ای خیلی مخشو نگاه میکنه، گل باری نگاه میکنه فرزندم. نوشته که با زندگی صبرنه هوس نخورین، صبرنه خر باری کار میکنه. کودکاش دیگه کس کلان کردیسه. انا ما خوشبختمو، شوهرمو خونه میبره، خداوند خوشبخت کنه. نیکیم او سخنایی که تو مد نوشتگی کو معلوم میشه که تو خوشبخت نیستی. ما زندگی ده برای چی به دنیا اومدم؟ برای لذت همه دنیا را چشیدن. خداوند مرا اویله دار کرده. خدا را شکر من اویله سالم دارم. من 3 فرزند دوسرو دارم، شوهر مهربان دارم، که شوهری دارم که در همه لحظه های زندگی مرا دستگیره. شوهرم وقتی من راضیه، تو چی میگوی؟ ما در شوهرم راضی باشه خدای تاری سر ما راضیه. فهمیدی؟ او گپایی که تو میزنی ما در یگون خیلی تاثیر نمیرسونه. ای کار خودم حلاوت میبرم، من موتیواسیون میگیرم، من دوست میدارم کارا. واسه زمانه هست که زن و مرد باید کار کنه. تو در کدام عصر در کدام دور زندگی کردیستی؟ شما در اجازت نیست یگون کارا را انجام دادن، بعد همو کینه و غرور خطانه ای دیگران میگیرین. تعریف کرده نوشته که من زنی خونشینم. تو زنی نمونوی در خونه میشینی،
وقتی تی خیلی کامنتاریو مینویسی فرزندا رو چی خیلی تربیت کردی در خانه شدگی. من خدا با شکر که اگر ما کارم کنم انا من یانکه هایی که کودکای مرا تربیت کردیستن خدا با شکر ماشاءالله تربیت کردیستن. یگان فرزندم خصلتی بد نداره، گپی بد نداره. وای بر حال شما خودتون تربیت ندارین که مادری تا خود تربیت نداری و فرزندات او طرف بیستن. فرزندات مثل خود میشن. تا انجام سال 2025 یک چند روزه که دیگه مونده است من آرزو میکنم از خداوند دعا میکنم که آدمایی که بدن دلشون سیاهه مفکورشون تنگه حسود میخرن همونا را دلشون صاف کنن. خداوند همین آدم بتیه چیزی که آرزو دارن با آرزوهاشون برسن تا که به دیگرها ضررشون نرسه بخیلی نکنن. اینمی آرزوی من در پیش خداوند است، دعای من از خداوند است. در سال 2026 دلای همتون صاف شوه. خداوند چه آرزوی داشته باشه بتتونه که کم با پیشروی یک کس شما بخیلی کنید و حسود خورین کامنتاری کنین. توکلتون به خدا. سال نوتون مبارک.